سلام، روز همگی دوستان بخیر. خب اومدیم بعد از چند مدت شکار سنگ. حالا این تپه نظر ما رو جلب کرده چون که اینجا سنگ زیاد ریخته. حالا بریم ببینیم این بالا چی داره. عقیق‌های کبود و مایل به سفیده. ببینیم این بالا چیز به درد بخوری پیدا میشه یا نه. دوستان این سنگایی که شما میبینین اینجا ریخته، اینا همه هم سرما دیده هم گرما دیده، پر ترکه. سنگایی که اکثرا روی زمین ریخته هست همون مدلیه، پر ترکه و به درد تراش هم نمیخوره که سنگ اصلی رو پیدا کنیم. سنگی که نه ترک داشته باشه نه شکستگی چیزی. چه سنگ نازیه. یه سنگ زیبا کبود، ولی به دلیل اینکه سنگی بوده که روی زمین بوده هم سرما دیده هم گرما و الان پر ترکه. کامل نگاه کنین مشخصه. یکم بیا جلو. اینا همه ترکه، این قسمت ترکه، اینا همه ترکه به خاطر که روی سطح زمین بوده پر ترکه. پس ما اینو میذاریم کنار و به کندن ادامه میدیم تا ببینید چه سنگی این زیر هست. آیا سنگی هست که ترک نداشته باشه و سالم باشه یا نه. نه هیچی ترک داره. گاهی وقتا خیلی باید کنده کاری بشه اناش تا جای اصلی سنگ پیدا بشه. رنگش هم بهتر داره میشه. یه حالت کبود زیبا. انشالله یه تیکه بزرگش پیدا بشه برای کاروینگ. چه صدایی. عجب نقشی داره دوستان. همه چی، همه رنگ توش هسته. خب سنگ بزرگیه. ببینیم که ماشاءالله ادامه هم داره. با داخل شجر هم داره. عجب سنگیه. یه تیکش اگر در بیاد که بیا بیرون. چه کبودیه. خدا رو شکر امروز روز شکاره.
روز ماجراجویی سنگی، عجب سنگی، به به چه ماجراجویی سنگی شد. ما اینا رو بریزیم بیرون. ببینیم اینجا چه خبره. حالا به دلیل اینکه ما الان وقت کمی داریم و میخوایم زودتری به سنگ برسیم که به شما دوستان نشون بدیم، زیاد اینجا رو بزرگ نمیکنه، همینجوری فقط میخوام کوچیک باشه سریع برسیم به سنگ. وگرنه در اصل ما اینجا رو کامل باید بکنیم بریم پایین که دستمون باز باشه. عجب سنگیه. برای کاروینگ حرف نداره. اینجور سنگا خیلی خطرناکه، حتما باید با دستکش باشه. الان اگر دستکش دستم نبود تمام. حتما دوستان به این جور جاهایی که میرسین نگاه کنین ببینین که آیا چه جور سنگایی داره. اگر سفید هم بود بکنین سنگ خوب در میاد. چون بعضی از مردم فکر میکنن سنگ رو اگر خراب باشه زیر دیگه سنگ خوبی نیست. کنده نمیشه. دوستان نگاه کنید چه خبره. یه رگه درجه 1 کبود هست، شجر هست، اصلا یه سنگ خاصی. اگر بشه یه تیکش ما بکنیم برای نمونه، یه تیکه بزرگ. آها خوبه. سنگ آسیب نبینه، آسیب نبینه، آسیب نبینه. خب یکم حالا دورش خالی بشه. دستکشا چی شد؟ که جدا کلا. به جان، اوف اوف اوف، عجب سنگی.
میشه کبود و سوسنی درجه 1. این قسمت شجره، این قسمت های دیگه کبود و هرچی میره پایین کیفیت سنگ بهتر میشه. سنگ زیبا. این رگه کاملا همینجوریه، هرچی بره پایین بهتر میشه. دوستان دقت کنید، این سنگایی که روه مشخصه دیگه اکثرا سفید شده به خاطر نور آفتابه، ولی اینایی که زیر خاکه به خاطر که نه گرما دیده نه سرما دیده همونجوری اصل و خالص مونده بدون رنگ پریدگی و شکستگی های زیاد. این هنوز ادامه داره، ادامه هم خواهد داشت. نگاه فقط ما باید اینجا کنده کاریاشو بیشتر انجام بدیم تا بتونیم این سنگ ها رو از اینجا اینا نگاه، اینا پایین نیسته، این قسمت اینجاست. یه از اینجا رو از این این سنگ از این قسمت بالا بوده، این رو یعنی با بالا 10 سانت کلا فاصله داشته، به خاطر همون پر ترکه، هم سرما دیده هم گرما. ولی اینی که این پایین بوده نه سرما بهش رسیده نه گرمای آفتاب، به همون دلیل کمتر آسیب دیده. خب حالا فعلا یه تیکه هم از این قسمت اگر بشه برداریم. انا وقت نیست، به همون دلیل ما نمیتونیم راحت این قسمت ها رو برداریم. خب فعلا بریم اون و پاش بود. کبود زیبا، هر تیکش از این تیکه دیگه خوشگل‌تر. چه غروب آفتاب زیبایی، به به. واقعا که سنگ زیباییه. باش
کبود زیبا. اینا هنوز باید شستشو بشه. تمام این کوه پر از همین سنگ. هنوز ادامه داره و هنوزم سفته. حالا یه تیکه خوبش اومد بیرون. یه کبود زیبا خالص. این سنگ درجه یکی. به به، عجب سنگی در اومد. این قسمت هایی که شما میبینین این حالتیه، اونا پوسته سنگ و خاک گرفته به این شکل در اومده. اینا 2 بار شسته بشه یا تراش بخوره این قسمت ها پاک میشه. زحمت بیا از اینجا بگیر. این رگه قشنگ مشخصه. ما باید 2 طرف سنگ اینجوری خالی کنیم که به خود سنگ آسیب نرسه. بعد اینجوری یواش. نه هنوز سفته. این قسمت ها رو میزنیم. حالا شد. یه زیبای دیگه داره در میاد. جان اوف. عالیه. انشالله از اینا بشه یه کاروینگ زیبا و درجه یکی در بیاریم. این رگه هنوز ادامه داره. خواسته باشیم اینو بکنیم باید ابزار دیگه بیاریم که بتونیم راحت‌تر بکنیم. حالا همینایی که نمونه پیدا کرد که انشالله شستشو بشه و ببینیم چه مجسمه ها و چه کاروینگ هایی میشه ازش در آورد. و یه نکته این هم که اکثر اینجور سنگ های بزرگ فقط برای کاروینگ خوبه، چون ابعاد بزرگی هست و حیفه که برای دامله تراشی استفاده بشه. بیشتر برای کاروینگ خوب. ببینیم چه جور سنگ هایی هست. دوستان این قسمت بالا کبود بود. باز این قسمت داره کوارتز نشون میده. این قسمت این تپه ایور باز این حالت کوارتزه با لایه عقیقی که 2 طرفش هست. این قسمت این کوه بالا، یعنی شما نگاه کنید تقریبا 10 متر هم فاصله نداره. اون تپه اوور کوارتزه، این تپه ایور
حالت کبود و اینا هست. تمام.